سلام، وقت بخیر. می پردازیم به معرفی بخش کارمندان سیستم مدیریت صرافی هوشمند. بخش کارمندان، در قسمت لیست کارمندان میرین. شما کارمند جدید در سیستم راجستر کرده میتونین. مثلا من میگیرم که حکمت الله محمد الله، تاریخ تولد و استخدام و معاشاتی که پاشم شما میرسونین در سیستم، نمبر تذکره یا همه چیزی که فیلدایی که لازم است. وظایف شما میتونین در سیستم برسانین پیش از پیش. سهمدار است، رئیس است، مسئول است، این وظایف هم میتونین انتخاب بکنین و یا میتونین که از خود بخش مشتریان از لیست وظیفه یک وظیفه برش درج بکنین. مثلا دریور است، مثلا کارمند بخش مالی است، آشپز است، هر کسی که است راجستر بکنین. من میرم یک وظیفه بر شما راجستر میکنم. اینجا میگیرم کارمند مالی. دوباره ما میرم در لیست کارمندان، کارمند راجستر میکنم. معاشو در گپوش انتخاب میکنیم، نمبر تذکرهش میگیریم، شماره تماس شرطی که است، وظیفهش کارمند مالی است. اگر سهمدار است انتخاب میکنین از اینجا. بالا دست هم انتخاب میکنین. بالا دست که زیر دست کی است؟ کارمند مالی ما فرزن زیر دست مسئول عملیاتی است. تحصیلات و سندی که پاش ثبت میکنین در سیستم، کارمندتان راجستر میشه. بعد از اینکه راجستر شد میتونین ادیت بکنین و یا معلومات دیگه که اسنادایی که است لازم است میتونین اپلود بکنین بر کارمند. تشکر.